حق نداری که مثلا شانی خمیده را بری، راست را برو، خوب را برو، خندک و بلند گپ بزن، مست باش، ترسوگک نباش، لرزوگک نباش. بعضی ها را میارم ماینه خانه جوان رو او بچه میگم این بعد از بر یک جوان در این وضعیت جوانه باید عذر کنی که او بچه یک ذره استادتر، یک ذره استاد این طور ما مجبور شرحشیم که تو بخیر کمی بعد چرا باید جگر خون باشی؟ بنان رفتار تک تغییر که ذهنن تغییر میکنی. دیگه نه تو رفتار تغییر بده، بخی صبح نماز تا بخوان، ورزش تک و تقسیمات تا پر نگاه کن، خود مصروف نگاه کن، دوستای بشی یک خندک و کار کو، تشویش طرف تو نمیاد چون تو رفتارت تنظیم کردی، برای خودت پیام و آرامش میدی. توی کار اکوات اخلاقت آرام میشه، ما زشت از اخلاقت ما خوب برخورد نمیکنیم. حتی ما دیدیم وقتی تشکری میکنیم زشت. تشکر همین تشکری است تو رو همین تشکری. این دیگه ای مثل یک کسی نان پیاز میخورد باید میگم شکر، شکرش در دل شکر نبود، در دل شکر میگم.